جوان برتر ایران شده بودم تو تئاتر، بعد بیکار، بعد تو این قهوه خونه هستن املت میدم با پیاز. دیدم زنگ خورد، رفیقم گفت آقا احمد مهرانفر دنبال شماره تو میگرد. ای احمد مهرانفر، آقا من تا آقای مهرانفر از نزدیک ندیدم. بعد من خودم فن پایتخت یک، همش علی ارسطو اینا. ما زنگ زدیم، گفتم سلام. گفت سلام. گفتم آقای مهرانفر. گفت شما؟ گفتم من بهرام افشاری ام. گفت آره میتونی بیای دفتر ما؟ گفتم سر کلاس گذاشتم. گفتم نه درگیرم الان تمرینم، حالا هیچی، اصلا بیکار و علاق و اینجا نشسته بودیم. خب باشه کی میتونی بیای؟ گفتم یه ساعت دیگه. خیال که الان میگم پس فردا. آره یه ساعت بعد آدرسو گفتیم از هیچ جا بی خبر سوار موتور یک تگرگی گرفت دوباره. بعد ماشینا با صورت گل. بعد مثلا میخواستم تمام رخ باشه، بعضی وقتا صورتم به همین اینورم گل بشه. آقا ما رفتیم اونجا، دیدیم بعد ماشینای مدل بالا و اینا پارک، ما رفتیم موتور رو زدیم کوچه بالایی، یه نگاه کردیم خیلی داغونیم. کاپشن رو در آوردم گذاشتم تو کوله پشتیم و دستم گذاشتم رو موتور رو دستم داغ بشه درس میدم و اینا. رفتیم اونجا. واقعا این کار کردی؟ آره به خدا. گفتم سلام. گفتم خوب است یاره مرفن. گفت تو بهرام افشاری؟ گفتم آره. اونم نمیدونست من قدم بلند. آقای تنابنده منو دید، گفت مازندرانی بلدی؟ گفتم نه. گفتش که برو یاد بگیر. من تازه فهمیدم پایتخته. بعد انقدر ذوق پیدا کردم برگشتم گفتم آقا واقعا من قراره بازی کنم. من دارم بهت میگم برو مازندرانی. ما رفتیم مازندرانی یاد بگیریم. بعد دیگه رفتیم، یه ما بعد بهمون زنگ زدن، اون شیرافکن 2 قسمت بازی کردیم. بعد همونجا اتفاق افتاد که تو علل بدل بازی کردیم و بعدش در پایتخت 5 بهداشت شد. میشه یک جمله این اون بگی؟ ای خدا